قبل از انقلاب کی با ایران مشکل داشت از دید جهانی؟ اسرائیل با ایران مشکل داشت، عربستان با ایران مشکل داشت، فرانسه با ایران مشکل داشت، امریکا با ایران مشکل داشت، حتی روسیه و چین با ایران مشکل داشتن. هیچ کدوم نداشت. ثبات بود، امنیت بود، تجارت بود، ترقی بود، پیشرفت بود. جمهوری اسلامی که اومد سر کار رفتیم توی سر قهوه. تروریسم، رادیکالیسم، فاناتیسم، نقض حقوق بشر و همه این چیزا که نه فقط مردم ایران در درجه اول بهاش رو پرداختن این 40 ساله، بلکه دنیا هم گرفتارش شد. خب تمام تهدیدهای اتمی، تروریسم، نمیدونم چی اینا همش به جمهوری اسلامی ربط داره. خب طبیعی است که اگه جمهوری اسلامی برداشته بشه، مشکل خود مردم ایران، همه چیز در آن واحد و آن رفت.